یعنی روش اگه کره بادوم زمینی شما بزنم اگه بعد دیدی بیا یه کامنت منفی بنویس پایین. همین یه چی آوردیم فقط مخصوص ورزشکارا و دیگه تمام. بچه‌ها 2 طعم سیس رایس گرفتیم، میخوایم واسهتون بررسی کامل کنیم، حالشو ببرید یعنی با این ویدیو سیس رایس تموم میشه. سیس رایس تمام. این یعنی سیس رایس با طعم نمکه، لو سی سالت، یعنی نمک کم نمک دریا. خب اگه داری نمک میزنی چرا لو سی سالت؟ نمکشو زیاد بزن، نمک دریایی بزن میذاری محمود جان. بفرمایید. چند قلشه اینم چند قلشه بچه‌ها، اینم چند قله است و بدون گلوتن. گلوتن هم نداره، همون مخصوص ورزشکاراست دیگه، حالشو ببرین. اینم بدون گلوتنه بچه‌ها. دونه ای 42,500. این که 42,500، اینم 42,500. دونه ای 42,500. بخرین حالشو ببرین. اونه که بریم آنباکسینگ کنیم. یونولیته بچه‌ها، چیزی نیست. من گانم پود تو بگو کنم خیلی جذابه، تاثیر گذار بود بچه ها. نه خیلی میگم سبک و به قول فراز یونولیت باشه. یونولیت جذابی بود به نظر من. حالا بیایم من نظرم بگم. یونولیت جذابی بود، یه نمک خیلی ملوی توش داشت و خیلی خوشمزه بود به نظر من. یعنی روش اگه کره بادوم زمینی شما بزنم اگه بعد دیدی بیا یه کامنت منفی بنویس پایین. همین با کره بادوم زمینی بزنین دعام میکنین، یه عمر دعام میکنین. این چند قلشه. حالا ترکیباتش هم بگو فراز، چی اصلا درست شد؟ این نیا کن، برنج ایرانی. خب حجیمش میکنن بعد فشردش میکنن. اون چه کاریه واقعا؟ اون چه کاریه؟ بیا بخور. آره این گوش بچه ها تنده، ولی فلفلیشو من خوردم، این نیست، یه چیز دیگه است. امتیاز من به اولی رو بگیریم، مثلا من 7 بدم، این یکی رو حالا امتیاز کلی بده کدام به این ماهیتش. امتیازم به ماهیتش که 8ه که واقعا دوستش دارم. 8 حالا امتیازم به قبلی اگه 7 باشه این 8 دوباره، یه امتیاز از اون بالاتره. بچه‌ها کانال ما رو سابسکرایب کنید، اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستید. یادتون نره ما رو تو شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید. مخلصم. ندارم